راحت ترین راه حل برای کاور کردن نبشی های بیرون ستون یا توی سرویس هایی که کار شده و سرامیکتون لپر شده، با استفاده از یه دونه نبشی روکار خیلی راحت میتونید این کارها رو پوشش بدید و کاور بکنید. طبق سفارش شما هم میتونید نبشی طلایی براق مات به صورت استیل یا هم میتونه به صورت آلومینیوم آنودایز شده باشه که ضد زنگه و رنگش هم تغییر نمیکنه. حالا چه سایزی رو میتونیم داشته باشیم توی نبشی‌ها که میتونیم به شما بدیم؟ روی استیل ها از سایز 1:1 ما میتونیم براتون نبشی روکار تولید بکنیم تا سایز 5:5. رنگ‌ها به چه صورت میتونه باشه؟ دودی براق، دودی خشدار، طلایی براق، طلایی مات، روزگلد، شامپاینی یا نقره‌ای‌های مات و براق. میتونه استیل دودی براق باشه به این صورت، طلایی 2x2 براق میتونه باشه، یا حتی میتونه